اسم من نیله. من میخوام داستانی رو که خودم طراحی کردم و نوشتم رو براتون تعریف کنم. امیدوارم که از این داستان لذت ببرید. خب، اسم من ساحله. من توی سال 1403 زندگی میکنم. من امسال 20 سالم میشه. دقیقاً چندین روز مونده تا تولد من 9 شهریوره. من تمام روزای عمرم منتظر این بودم که 20 سالم بشه و بتونم محدودیت هامو بشکنم و تو خونه نباشم. مادر من و خواهرم آدمی بودن که دوست داشتن بیشتر وقتشون رو داخل خونه بگذرونن و منو محدود میکردن که تو خونه بمونم. اما پدرم یه جور خاصی منو دوست داشت و همیشه پشتم بود و کنارم بود. اون حس و علاقه‌ای که به من داشت باعث میشد حس کنم که خواستم و از هیچ جا نزنم. من عاشق ورزش بودم، مخصوصا پیاده روی. همیشه از خونه میرفتم بیرون و چند ساعتی رو وقت میذاشتم تا برم بگردم و پیاده روی کنم، بتونم جاهای جدید رو ببینم و چیزهای جدید رو کشف کنم. عاشق این بودم که برم خونه های باستانی رو نگاه کنم، خونه هایی که خالی افتادن و متروکن. توی هر خونه هم یه داستانی هست، یه راز هست که هیچ کس نمیدونه داستان و اون راز چیه. من از دانشگاه خوشم نمی اومد، اما به اجبار پدرم ثبت نام کردم توی رشته حسابداری. خیلی کم پیش می اومد که برم دانشگاه و درس بخونم. شاید باورتون نشه، اما من جز خودم هیچ رفیقی نداشتم. اگه دلم میگرفت مجبور بودم آینه رو بیارم بالا و خودم رو نگاه کنم. این برای من خیلی عذاب بود. چه میتونه از این سخت‌تر باشه که وقتی حالت خوب نیست و نیاز داری به یک نفر حرف بزنی اما هیچ کس نیست. من آدم درونگرایی بودم. خیلی سخت با آدم ارتباط میگرفتم. اکثرا مسخره میشدم و مورد آزار قرار میگرفتم. اما خب به سبک و روش خودم زندگی کردم. من یادمه که اون روز دوشنبه بود. رفته بودم دانشگاه و کلاس تشکیل نشده بود و توی سالن نشسته بودم. یهو آسانسور باز شد و چشمم قلف شد. شما هم مثل من عاشق این بودین که فیلم‌های عاشقانه ببینین و رمان بخونین. آدم وقتی میخونه میخنده، دلش میخواد اون عشق افسانه‌ای رو تجربه کنه. توی رمانا خوندین که جوری که عاشق میشن، جوری که به هم میرسن، این داستان هاست. شما هم حتما میگفتین یه نفر مثل همین داستان عاشقم میشه. اون عشق رویایی و زندگی ابدی. وقتی نگاش کردم خیلی خوشگل بود، بی‌نقص، زیبا. یه پسر که قد بلندی داشت و باید سرتو میآوردی بالا تا نگاش کنی. موهای مشکی بلند که از پشت بسته بودشون، ابروهای مشکی پهن، موجه های بلند، چشمای کشیده مشکی و اون عطری که زده بود. وای خدای من، اون عطر هیچ وقت از ذهنم نمیره بیرون. خیلی دنبالش گشتم ولی اون عطر رو پیدا نکردم. اون روز تا لحظه آخر نگاش کردم اما اون با سرعت رفت و من گمش کردم. حالم بد بود. انگار وقتی رفت یه تیکه از جونم رفت. آخه چرا من باید برای یه غریبه اینقدر ناراحت باشم؟ نفسم گرفته بود. یه جوری بودم خودم میگفتم دیوونه، اشتباه میکنی. مگه میشه آدم یه نفر رو یک بار ببینه،
اینجور به هم بریزه. هر شب با اون تصور ذهنی که ازش داشتم شب و صبح میکردم. تقریبا 4 هفته هر روز دوشنبه رفتم دانشگاه. مشخصاتشو دادم اما پیداش نکردم. به هم ریخته بودم و عصبی بودم. با همه بحثم میشد. اصلا کلاسا رو شرکت نمی کردم. شب رفتم خونه. بابا اومد کنارم. بابا کوروش اومد تو اتاقم. من یه خواهر کوچیکتر از خودم داشتم که اسمش ستاره بود و 5 سال از من کوچیکتر بود. و مادرم هم که اسمش سمیه بود. بابا اومد تو اتاقم و دید که پریشونم. گفت مادرت بهم گفته که چند وقتی رفتار درستی نداری. مشکلت چیه؟ چرا اینطوری میکنی؟ لبم قلف شده بود و نگاش میکردم. گفتم نمیدونم بابا، شاید مریض شدم، سرم درد میکنه. بابا اومد و دستامو گرفت، نگام کرد و گفت دخترم اگه چیزی تو دلت هست به من بگو. میدونم که مادرت بین تو و خواهرت فرق میذاره و درکت نمیکنه، اما تو دختر منی. من برات وقت میذارم و درکت میکنم. بهم بگو چی شده. اما من خجالت میکشیدم که بهش بگم بابا من عاشق یه نفر شدم که فقط در 5 دقیقه هم ندیدمش. میدونستم که منو میزنه اگه این حرفو بهش بگم. هر طوری بود تفره رفتم و گفتم به خدا نمیدونم بابا، سرم درد میکنه، حال خوشی ندارم، ببخش میشه از اتاقم بری بیرون تا بخوابم. پیشونیمو بوسید و رفت. بعد رو روم کشید. فردا دوشنبه بود. میخواستم نرم دانشگاه چون میدونستم دیگه پیداش نمیکنم. اما عزممو جزم کردم و رفتم دانشگاه. یه ذره دور زدم و محیطو گشتم. دیدم نیست. همون لحظه که داشتم اسنپ میزدم که برگردم دوباره چشمم افتاد بهش. آفتاب بود. دستم آوردم اینجوری جلو و نگاش کردم. دستم میلرزیدن. ذوق کرده بودم. اما چیکار کنم؟ چی بهش بگم؟ اما از یه طرف گفتم اگه الان بهش نگم دوباره گومش میکنم و 4 هفته مریضم. رفتم جلو و گفتم ببخشید. گفت جانم میشه 3-4 دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ فقط 3 دقیقه. من خیلی کار واجبی باتون دارم. خواهش میکنم. دنبالتون میگشتم. یه ذره اخماش رفت تو آب و چشماشو بالا پایین کرد و گفت دنبال من؟ بله دنبال شما. فقط 3 دقیقه. اگه میشه وارد کلاس نشین و داخل محیط دانشگاه صحبت کنیم. یکم اینجوری کرد و گفت باشه. شما از بچه کلاس ما این؟ گفتم نه اما میخوام یه موضوعی رو با هم حرف بزنیم لطفا. اگه میشه فقط چند دقیقه. گفت باشه. وارد محیط نشدیم و رفتیم همون اطراف دانشگاه نشستیم. گفتش که میشه زودتر بگیم. هی به ساعتش نگاه میکرد و گفتش که من کلاس دارم باید برم. گفتم که بخش شما چه رشته‌ای هستین؟ گفت من رشته حقوقم. من فکر کردم شما از بچه کلاس ما باشین. گفتم که نه میشه اول اسمتون رو بدونم. یه ذره منمن کرد و گفت مشکلی نداره. اسم من بهرامه. حالا اگه دوست دارین میخواین فامیلم رو بگم به فامیل صدا کنین. نه من فقط میخوام یه چیزی بهتون بگم آقا بهرام. بفرمایید چی میخواین به من بگین؟ راستش 4 هفته پیش بود که من شما رو توی سالن دانشگاه دیدم. رو نمیشه بهتون بگم اما دیگه نمیتونم تحمل کنم. خواستم بهتون بگم حتی اگه غرورم بشکنه، حتی اگه جواب نبشنوم. من شیفته شما شدم. شنیدین میگن بعضی آدما رو سر فرصت آفریده. انگار شما همون آدمی. خدا خیلی براتون زحمت کشیده.
ماشاءالله. خجالت میکشم نگاهتون کنم، اما از وقتی دیدمتون خواب برام حروم شده. غذا برام اصلا به هیچ میل ندارم. وقتی شما رو دیدم انگار دوباره قلبم شروع کرد به تپیدن. اون عطری که زدین هنوز بوش توی ذهنمه. من ازتون خوشم میاد. اگه شما با کسی در رابطه نیستین میتونیم ما با هم صحبت کنیم. حرفم رو زدم و سرم انداختم با این. حالم بد بود. یه ذره سرم آوردم بالا، ساکت بود، هیچی نمیگفت. یه ذره اینجوری کرد، بعد گفت خیلی جالبه. فکر نمی‌کردم یه نفر اینقدر بیقراره من بشه، اونم تو نگاه اول. حالا که اینقدر بیتابین و بیقرارین، بیتاب منین، شمارم رو بنویس و به هم پیام بدم. چشمام میخندیدن. فکر میکردم الان به هم یه حرف بدی بزنه، ولی خب این کارو نکرد. اون روز شد بهترین روز زندگی. تقریبا ما تا دیما با هم دیگه حرف میزنیم. حدودای دی و بهمن بود. شاید به صورتش نمیخورد، اما قصدش واقعا از زندگی یه رابطه جدی بود و منو رسما از پدرم خواستگاری کرد. خیلی مهربون بود، ولی بعضی وقتا یه اخلاقایی داشت که حس می‌کردم دلش میخواد اون افکاری که داره رو بهم تحمیل کنه. دوست نداشت ورزش کنم. میگفت دوست ندارم که کسی زنم رو ببینه. دوست نداشت زیاد از خونه برم بیرون. دوست نداشت داخل فضای مجازی عکسای من قرار بگیره. دوست نداشت که من با هیچ آقایی صحبت کنم و حتما باید او در جریان می بود. حتی برای دانشگاه میخواستم ثبت نام کنم، باید حتما او میرفت جلو، از طرف من ثبت نام میکرد و من به اجبار او چادر سر میکردم، چون خیلی او رو دوست داشتم. و حتی وقتی بهش فکر میکنم حس میکنم که من برده او شده بودم. تمام چیزایی که میگفت اجرا میکردم برای اینکه او ناراحت نشه. او برای من چیزی نمیخرید و حتی خوشحالم هم نمیکرد و بهم میگفتش که من دارم پول جمع میکنم تا ما با هم ازدواج کنیم و یک زندگی خوب داشته باشیم. و چون منم رابطه اولم بود، فکر میکردم که خب راست میگه، حق با اوه و هرچی میگفت رو قبول میکردم. از من خواستگاری کرد و ما یه حلقه‌ای هم برای هم دیگه خریدیم. از اون روز هم نگم که چقدر خوب بود و چقدر خوشحال بودم. رفتیم بازار و حتی اونجا هم من حق انتخاب حلقه نداشتم. همسرم بهرام انتخاب کرد. گفتش که خوشم نمیاد یه زن حلقه نگین دار دست کنه، حلقه ساده و یه حلقه قیمت مناسب انتخاب کرد و برام خرید. از بهرام زیاد خوشش نمیامد و میدید که بهرام پیش چشم اون منو محدود میکرد. اما خب بارها ازم پرسید که اگه واقعا عاشقشی من دخالت نمیکنم. من عاشقش بودم، شاید هم نبودم. من اگه یک روز کار اشتباهی انجام میدادم و میدیدم با من حرف نمیزد، منو مسدود میکرد و میگفتش که تو کار اشتباهی انجام دادی، نمیخوام فعلا ببینمت. و من بهش میگفتم که بهرام، رابطه ما خیلی جدیه، لطفا اینطوری رفتار نکن. میگفت همین دیگه است. حتی یکی دو بارم با هم بحث کردیم، سعی کرد که منو بزنه و من هول داد، ولی خب بازم دوستش داشتم. تقریبا آخرای دی ماه بود. به خاطر اینکه بهرام زیاد به من گیر میداد، من سعی میکردم یه یواشکی یه تایمی از خونه رو برم پیاده روی کنم. من خیلی عاشق تاریخ و خونه های تاریخی بودم و بهتون گفتم میرفتم داخل خونه هایی که متروکه شدن یا یک اتفاقاتی قتل و یه ماجراهای داخلش اتفاق افتاده. میرفتم یادداشت برداری میکردم، با دوربینم عکس میگرفتم و تحتشو در میآوردم. تقریبا یه روز ساعت 8 صبح بود. من رفته بودم پیاده روی. دیدم که بهرام داخل اینستاگرام برام یه پست فرستاده
رفتم پست رو باز کردم و دیدم که روی عکس نوشته که خونه‌ای که توی تهران هیچکس حق ورود بهش نداره و این خونه خیلی خطرناکه. اون وسوسه کنجکاوی داخل من افتاد. عکس‌ها رو ورق می‌زدم و نگاه می‌کردم. یه خونه ویلایی بود که درای آهنی داشت و یه جوری عجیب بود. حالا بهتون بذارین بگم. اول اینکه در ورودیش باز بود، یعنی نه قلفی داشت نه چیزی، یه در مشکی که باز بود و وقتی داخل حیاط نگاه می‌کردی چیزی که تو عکس بود علفایی که زرد و مرده شده بودن و خونه خیلی قشنگی بود، اما یه جوری بود. وقتی روبروی خونه رو نگاه می‌کردی یه بالکن داشت که انگار مخصوص صاحب خونه بود یا خانم خونه داشت که خیلی قشنگ بود و حالت مثل شاهنشین بود. و بعد ورودی خونه بود که در چوبی بزرگ داشت. توی بغل عکسی که بود یه زیرزمینم بود که یه قفل بزرگ بهش خورده بود. توی نظرات و کامنت ها خیلی نگاه کردم، اما نه آدرسی دیدم نه چیزی. اما دیدم که یه خانومی کامنت گذاشته بود که یعنی نظری نوشته بود که لطفا نرین سمت این خونه، دختر خاله من از روی کنجکاوی رفتش اینجا، نمیدونم چه اتفاقی براش افتاد، اما الان حدود 6 ماهی که داخل بیمارستان روانی بستریه. و مو به تنم سیخ شد از این حرف، ولی بازم دلم میخواست که برم داخل اون خونه. و من رفتم به اون خانم پیام دادم، گفتم که شما میدونین آدرس اینجا کجاست؟ دختر خالتون تو کدوم بیمارستانه؟ و بهم گفتش که خیلی واضح و بی‌پرده بهم گفتش که لطفاً پی این ماجرا نگرد. دختر خاله من 10 روز پیش خودکشی کرده و من هیچ دروغی ندارم بهت بگم، من دارم به صلاح و حرف خودت میگم. من آدرس اینجا رو هم بلد نیستم ولی به تو نمیدم، چون که تا حالا چندین نفر توی بیمارستان روانی در همین کیس برای همین خونه بستری شدن و هیچ دلیلی هم نیست، نمیدونیم. گفتم خب مشکلشون چیه؟ گفتش که نمیتونم بهت بگم، اما فقط نرو، دنبالش نگرد، کاری که دختر خالم کرد و تو تکرارش نکن. دیگه نمیتونستم آروم بگیرم. اولش ترسیدم و بیخیالش شدم، اما کنجکاوی ذهنم نمیخوابید. تقریبا یه روز صبح با بهرام قرار صبحونه داشتیم توی کافه رستوران. ساعت 8 رو اومد دنبالم، دم خونه من حاضر شدم، چادرم سر کردم، رفتیم کافه و شروع کردیم به صحبت کردن. یه ذره نگام کرد، گفتش که تو بدون اجازه من که پیاده روی نمیری؟ گفتم که نه عزیزم، چرا پیاده روی برم؟ یه ذره ناراحت بودم که نکنه بهش دروغ گفتم، ولی میدونستم که اگه بهش بگم منو میزنه و با من قهر میکنه. بدون رو درواسی گفتش که ببین ما شاید تا آخر عید عقد کنیم و ازدواج کنیم، الان که میخوایم نامزدیم و اینا، ولی من اصلا دوست ندارم نه تو دانشگاه بری نه کار کنی و نه پیاده روی بری. بهم میگی اگه تونستم تو رو ببرم بیرون یا که فقط با پدرت. گفتم که خب باشه، مشکلی ندارم من با این کار، اما یه چیزی، تو یه رفیقی داشتی که تمام خونه های متروکه رو میشناخت، یعنی توی روزنامه کار میکرد و اخباراشون رو میخوند. من فقط یه چیز ازت میخوام و میتونی کمکم کنی؟ عصبانی شد و کوبید روی میز. گفتش که تو با رفیق من چیکار داری؟ مگه بهت نگفتم دست از سر خونه ها بردار؟ توی دختر تنهایی خجالت بکش، نباید این کار رو بکنی. بهش گفتم بهرام خب تو هم با من بیا، من یه پستی رو داخل این اینستاگرام دیدم میگن این خونه خیلی قدیمی و خواسته، مثلا مال دوره 50، میشه با هم دیگه بریم؟ خیلی عصبانی شد. گفتش که عکس رو بهش نشون دادم و یکم نگاه کرد و گفتش که دیگه خستم کردی، هر چقدر بهت میگم که دست از این کارت بکش تو بازم تکرارشون میکنی. من اصلا دیگه نمیخوام اینجا بشینم با هم صبحونه بخوریم، به کاری که میخوای انجام بدی فکر کن. اگه رفتی پی اون خونه حلقتو در بیار بهم پس بده، منم حلقمو در میارم بهم پس میدم. نه من نه تو. حالم بد شده بود و با استرس گفتم نه بهرام تو خودت هم وایستا، اینجوری نکن، التماست میکنم. از روی میز بلند شد و رفت. دنبالش دویدم، گفتم تو رو خدا نرو بهرام، اینجوری نکن. گفتش که با دست شونمو هل داد و گفت برو عقب، خستم کردی، از تکرار کردن حرفام خستم. ای کاش هیچ وقت اون روز نمیدیدمت، تو فقط دلت میخواد ولگردی کنی.
نکنه بابا چون بهت اجازه ولگردی نمیده اومده سمت من. بهش گفتم بهرام حرفا چیه میزنی؟ رفت سوار ماشین شد و در قلف کرد. باورم نمیشد منو تو کافه ول کرد و رفت. حتی میزم حساب نکرده بود. ناراحت بودم. گفتم اب نداره، الان میرم بهش پیام میدم و بهش میگم معذرت میخوام غلط کردم، اصلا دیگه پیشو نمیگیرم. وقتی برگشتم که میزو حساب کنم یه خانومی پشت سرم نشسته بود و اومد روی میزم نشست. یه ذره نگام کرد و گفتش که یه چند دقیقه بشین کارت دارم. گفتم که خانم من حالم خوب نیست، تو رو خدا میخوام برم، شوهرم رفت، ناراحتم. گفتش که بشین. گفتم که خب بگی میخوام برم. بشین. گفتم که خب نشستم، بگید. یکم نگام کرد و گفتش تو عاشق آدمی شدی که حاضر نیست به حرفات گوش